نکته مهم اینه که میخوایم بریم تو اتو کارکشن. یعنی چی؟ یعنی این که قوسی که به یک طرف هست، اولین چیزی که باید فرد یاد بگیره ساید شیفت هست. یعنی چی؟ یعنی اگر یک انحنای توراسیک به راست دارم، اینو باید صافش کنم. با چی؟ با شیفت به این ور، با شیفت به یک سمت. این خودش یه متد ساید شیفت. درست شد؟ قوس اینجوریه، وقتی که در واقع به یک سمت خودتو ساید میکنی این قوسه از بین میره. خب ما گفتیم اسکولیوز نه تنها یه انحنای جانبیه که یه چرخش هم داره. بنابراین آروم آروم باید به فرد چرخش مهرش رو یاد بدید. باید یاد بدید که از درون مهره رو بچرخونه. مهره از درون میچرخونه. این با این فرق داره ها. این که میچرخونی یعنی کل ستون مهره ها اینجوری رو هم میچرخه. ولی اینو وقتی داری میچرخونی یعنی از ناحیه توراسیک مهرت داره میچرخه. این زمان میبره که فرد یاد بگیره. اول خودت باید یاد بگیری. راهش چیه؟ آموزش دادن. یه کیس لطفاً بیاد. با بازخورد دادن به فرد یاد میدیم که این چرخش رو انجام بده. سرت لطفاً این طرف باشه. آره. خب ما تصورمون بر اینه که دوباره میبریمش تو پوزیشن درست، یعنی زانوها خم که فشاری رو لگن نباشه، کاملا لگن میزون، دستا. گفتیم قوس داره کجا؟ توراسیک به رایت. درست شد؟ وقتی این قوس رو داره یعنی این که ما یه برجستگی رو پشتش تو سمت راستش میبینیم. یعنی در واقع کیس اسکولیوزی ما اینجوریه. درسته؟ ما اینجا برجستگی میبینیم. برای اینکه این مهره‌ای که اینجوری چرخیده رو برگردونیم سر جاش، توی این تمرین کری که داریم میدیم که داره انقباض میگیره، یه دست میذاریم زیر پشتش اینجا. کامل بخواب. همینجا که داری انقباض میگیره اولش قاطی میکنه. اگه بخواد اینم بگیره نمیتونه. پس فعلا میگیم شکمو ولش کن. با شونت به دست من فشار بده. آفرین. خودت احساس چرخش تو مهرهات میکنی؟ وقتی که یک طرفه یه دست میذاری حالا اینور، حالا فشار بده فقط به دست راست من، به دست چپ من. میخوام به این فشار بده تا بدن رو بچرخونه. و وقتی دوتا دستو گذاشتی فشار بده به چپ. آفرین. کاملا بار از روی این که برداشته میشه میره روی این یکی و خودش از درون چرخش مهرش رو احساس میکنه. پس کور واجبه، اما به شرطی که بعد بیاریش تو این پوزیشن که هم کورش درگیر باشه هم چرخش مهرش اتفاق بیفته. یه لول بریم بالاتر، یه ساید شیفت هم میخوایم بهش اضافه کنیم. گفتیم که این شکلیه کیس ما. درسته؟ ازش میخوایم یه ساید شیفت اول بره. نمیتونه بره. دوباره بره. بهتر شد. شل باش. رها کن. شکم رو رها کن. حالا برو. حالا خوب شد. حالا ساید شیفت رو رفت. این دستم میذاریم. این فشارم بده. این اگر کیس سخته. به ظاهر ساده است. ولی من همین الان 10 ثانیه وایستم تمام بدنم درد میگیره. اون کیس اسکولیوز بدتره. دقیقاً. آروم آروم. یعنی اول میای ساید شیفت رو بهش یاد میدی، میگی برگرد. دوباره میگی ساید شیفت کن، دوباره برگرد. حالا میگی فقط اینو فشار بده، فشار میده. بعد ترکیبش میکنی. بعد با کار اضافه میکنی. بعد آروم آروم چون قوس تو لگن هم داره، میای لگن اضافه میکنی. پس این یه نکته ابتدایی برای اینکه یاد بدیم به فرد چجوری مهرهاشو بچرخونه. وقتی تو این پوزیشن دراز کشیده که ساده ترین حالت هست، در واقع این بخواد این پوزیشن رو انجام بده، قاعدتاً بعدش میتونه تو نشسته و تو ایستاده هم انجام بده. خب پس این از این چرخش ها. درست شد؟ توی لگن ما گفتیم یه توراسیک داریم به سمت راست، یه لومبار داریم به سمت چپ. با لگنمون چه کنیم؟ یادش دادیم ساید شیفت گرفت. یادش دادیم چرخش مهره گرفت. برای لگنش چی کار کنیم؟ مگر نه اینکه این قوس توی
من تو کلینیک روزی 1000 بار خودم رو اینجوری میکردم تا مطمئن باشم واقعا جهت درسته. توی کمر به سمت چپه. وقتی به سمت چپه یعنی یک چرخش اینجوری داره، یعنی لگن راستش احتمالاً اینجوری چرخیده. لگن راستتو بچرخون، بیار به بالا. لگن راستت میشه این، یعنی این کیس اینجوریه. بذار کلاً اسکولیوزش کنیم. این که اسکولیوز واقعی اینجوریه. خب یاد دادیم ساید شیفت کنه، یاد دادیم روتیشن کنه و بچرخونه. شونه ها باید میزون باشه، دستا کاملا. حالا لگنی که اومده بالا رو دوباره دست میذاریم پایین، میگیم اینو بچسبون، اینو بچسبون، اینم بچسبون. شد صاف. حتی ایشونی که داشت بدنشو کج میکرد، به محض اینکه من گفتم این دوتا رو فشار بده خودش صاف شد. و این درسته الان، چون داره لگنشو سعی میکنه. وقتی که به این دست من فشار میده یعنی لگنشو داره میچرخونه. بعدها آفرین، آروم آروم دستو بر میداریم، بازخوردو کم میکنیم، استقلال بالاتر. میخوایم کمک بگیریم، میبینیم خیلی نمیتونه خوب فشار بده، میگیم این پاتو بیار بالا، از زانو بیار بالا. نه آها، آفرین، بلند نکن، فقط پا رو بیار. همین که این پا بیاد بالا خود لگن یه ذره میچرخه، بنابراین این فشار میده. بچه‌ها فیلم نگیرید. پس این اینجوری بهشون چرخشا رو یاد میدیم. ساید شیفت توی تراسیک راحت تره، توی لومبار یه ذره سخته و معمولا چون ما میخوایم اینجا رو با ساید شیفت درست کنیم کارمون راحت تره. حالا این پوزیشن رو در ابتدا بهش یاد میدیم، آروم آروم میریم تو تمرینای تخصصی. فرد به پهلو خوابیده، انحنای تراسیک داره به راست، انحنای لومبار داره به چپ. این پوزیشن برای این کیس هست. خوب نگاه کنید. به پهلو خوابیده، دست چپش زیر سرش کشیده، دست راستش بالای صندلی هست، زیر ناحیه کمرش اون آجره رو گذاشته. الان نه. نگاه کنید، داره الاینمنتش رو درست میکنه، داره الاینمنتش رو کاملا درست میکنه. نره یه شونه جلو بره یکی عقب بره. اینا چرخش دارن بچه ها، باید کاملا یه تیغه صاف باشه تو کمر. حتی ببینید لگن رو با تناب بسته پایین تا مطمئن باشه لگن تراز هست، یه لگن نمیاد بالا یکی پایین تر. حالا شما میتونید با دست بکشید، میتونید از تناب استفاده کنید. کاملا ببینید یه خط صاف شده. چرا اون این زیره؟ چون قوس کمریش گفتیم به سمت راست به سمت چپ هست، بنابراین گذاشته که این بدتر نشه. چرا اون دستش بالاست؟ میخواد با فشاری که ساید شیفت داره میده از این ور، با فشاری که رو صندلی میده، در واقع داره یه ساید شیفت اکتیو میده که این قوس رو بخوابونه به سمت پایین. چرا اون یکی پاش کشیده است؟ پای پایینی خمه، رو کیس نشون میدم به سمت جلو، این یکی پا کشیده. همین که این پا جلوتره این پا عقبتر یعنی یه چرخش تو لگن داده و مهره های کمر رو هم همراه باهش چرخونده و در یک حالت لانگ کاملا کشیده، برای همون با بستنش به اونجا. حالا حتی میاد اینجا رو کمرش هم ماساژ میده آروم. بعضی وقتا اونجا میان رو کمر ماساژ میدن. حالا تا بعد بریم به پوزیشن بعدی رو کیسمون نشون بدیم. خب بخوابید لطفاً. تنظیماتش رو من باید انجام بدم. دستتو ببر اون زیر. آها خوبه، بیا بالاتر. خیلی این دست بالا روی صندلی کاملا. ببینید دوست داره بدن اینجوری بشه یا اینجوری بشه بر حسب کیس. بچه یه آجر دیگه هم بدید. نه این سرتو بذار راحت، سرتو بذار. خوبه، نمیخواد. خب پس کاملا یه تیغ است. این دست خمه. اول راستا رو درست میکنیم. این پا کاملا صاف هست، این پا خم. عالیه. قوس کمرش نمیخوایم خراب بشه. بلند کن. خیلی باید بیای بالا، این بیزاره بلنده. بالای چی؟ نه بالا چیز نه. همین. حالا خب این برای نمونه است دیگه، در واقع کیس ما این شکلی نیست. پاها صاف، زانو خم. اوکی. به عقب خم نشو. خیلی خوب. الان رفت توی پوزیشن خوب.
الان رفت توی پوزیشن خوب. حالا با دستت فشار میدی اینجا بره داخل، بره داخل، برعکسش داری میری، این باید بره داخل. آفرین، خوبه، نگهدار. دقت میکنیم این شونه دوست داره بیاد به عقب، نباید بذاریمش بیاد به عقب. شکم سفته. خیلی ها میان آروم این پشت رو ماساژ میدن، چون اینجا جاییه که قوس ما هست، قوس کمرش هست. این اجازه نمیده این بیفته پایین، اینجا هم آروم ماساژ میده. از این حالا میشه ببینید چون پا رفته جلو، یعنی که ما لگن رو برعکس چرخوندیم، برعکس جهت چرخش کمر. میتونیم حتی ازش بخوایم اینو بیاره عقب‌تر یا یه ذره بالاتر تا گلوتالای این ورم درگیر کنیم. حتی این یکی از رایج ترین تمرینات شروط هست که برای اسکولیوزی با تراسیک به راست، لومبار به چپ در این پوزیشن قرار میگیره. درست شد؟ در کمر برعکس میشه. تو کمر نگاه کن، تو کمر ما این چرخشو داریم، یعنی اینه. این هر دو در واقع اومدن جلو. آره چون دو تا قوسن، دو تا قوسی که داره میچرخه. خب چرا این دستمون بالاست؟ چون شونه ای که در حالت اینجوری پایینه، این میکشیمش میره بالا، میکشیمش میره بالا. از اینجام که داره ساید شیفت میده با فشار رو صندلی، یه ذرم اجازه نمیدیم به عقب بره که چرخش داشته باشه. توی لگنش هم در واقع وقتی اینو میذاریم جلو، باعث یه چرخش اینجوری به سمت عقب داریم میشیم، یعنی برعکس چرخشی که خودش داره، ما با گذاشتن پا به عقب این چرخش رو برطرف میکنیم. درست شد؟ دست چپ کشیده. چرا؟ چون گفتیم در این کیس شونه چپ پایین تره. بچه یه دقیقه کاملا تصور کنید کیس اول، یک انحنای تراسیک به رایت، بنابراین شونه چپ پایین تر، شونه راست بالاتر، برجستگی به این شکله، پامپ اینجاست. درست شد؟ در لگن برعکس، این لگن بالاتره و به دلیل چرخشی که داره به سمت جلوه. ما باید همه اینا رو درست کنیم. اول میخوابونیمش به پهل، اول میخوابونیمش به شکم. این دست ابتدا به ساکن میکشیم جلو تا نابرابری شونه هامون درست بشه. این یکی دست رو میذاریم، ازش میخوایم ساید شیفت کنه. ببین خود این که فشار میده به زمین و اینجوری میکنه، یعنی همون هامپی که داشت اینوری بود داره اینوری میشه، عملا داره این کار رو انجام میده. درست شد؟ این بالا رو خیالمون راحت شد. حالا میایم رو پایین. برای اینکه کمرش خیلی گود نشه اینو میذاریم. من ترجیح میدادم اون یه ذره بیاد جلوتر توی، آره خیلی کمر رو خیلی گود کرده، میذاریم جلوتر برای اینکه حالا لگن متوازن باشه. چه لگنی؟ این لگنی که از اینجا رفته بود جلو و اومده بود، از اینجا رفته بود بالا و اومده بود جلو. میکشیم پاها رو اینا متقارن بشه. همین پا رو نگاه کنید، پای راستو داده بالا. وقتی میده بالا ببینید لگن چجوری میچرخه، یعنی در لگنش اینجوریه، با دادن این به عقب عملا داره لگن رو به عقب میچرخونه تا چرخش مهره‌های کمر درست بشه. قابل درکه؟ خیلی مهمه بچه‌ها خودتون درک کنید. ایشون الان فهمید کاملا که وقتی بهش میگه، تا قبل از این من 1000 بارم اینجوری میچرخوندم متوجه نمیشد، ولی خودش که چرخید اینو کیستونم میگه آها الان چرخید. ما نمیبینیم، ما که نمیبینیم تو رو دیگه، ما تو رو که دیگه نمیبینیم، ولی وقتی یاد بگیره میفهم. یه لحظه الان میگم. خوبه. خب الان فقط همین پوزیشن شما نگاه کنید، تو دومت بهتون نشون میدم. این اصلا یه پوزیشن دومت، میگه آقا وقتی همین جوری میشه خودش قوساش بهتر میشه. درست شد؟ حالا این پا رو صاف کن، کشیده. این یکی فقط کشیده، این یکی خم باشه، فعلا خم باشه تا من درستش کنم. کاری که الان میخوایم بکنیم، گفتیم یک انحنای تراسیک داریم، درسته؟ پس
این دست رو میکشیم به سمت بالا. اینو میذاریم زیر دستش. آفرین. اینجا باید این کار اتفاق بیفته. یعنی برعکس تا چرخشش درست بشه. سرش صاف، اینجا درست. اینجا یه ذره نامتعادله. ببینید در یک کیس سالم بردن به این پوزیشن سخته، چه برسه به یک کیسی که اسکولیوز داره. الان اینجا خیلی خوب نیست. من از اینجا خوشم نمیاد چون قشنگ معلومه که خوب نیست. خب شاید این یه ذره باید بیاد عقب‌تر. یه ذره شما برو جلوتر. آها خوب. خیلی بهتر شد. اینو فشار بده پایین. عالیه. اصلا انگار که این کار. آفرین تموم شد. از شونه. خوبه. اینم کشش بالا. این زانو تو خم کن بیار بالا. نه از پشت اینجوری. آها خیلی خوب. رفت توی پوزیشنی که این پاتم صاف کن کامل. عالی. کار سختیه. الان اینجا هامپ داشتیم، هامپ از بین رفت چون داره فشار میده پایین. شونه اینور پایین بود، داره میکشه به سمت بالا. کمر اینجا اینوری بود، یعنی لگن اومده بود بالا و چرخیده بود.